سلام بچه، خوش اومدین به چنل ما یعنی آلترا وایلت. من روزیم و اومدم تا بهتون یاد بدم چجوری توی پی سی، لپتاپ یا همون ویندوزتون ماینکرافت رو نصبش بکنید. ماینکرافت یه سری لانچرهای مختلف داره که یکی از اونها تی لانچره که میتونید با مراجعه کردن به گوگل کروم نصبش بکنید. الان ما کروم رو بازش میکنیم و سرچ میزنیم تی لانچر. خب این سایتی که الان میاره واسمون سایت اصلی خود تی لانچره. وقتی که سایت رو بازش میکنیم یه همچین صفحه میاره که خب صفحه اصلیه. حالا اینجا ما یه دونه آیکون میبینیم که روش نوشته دانلود CL. بعد روش کلیک میکنیم و وقتی که روش کلیک میکنیم این قسمت رو میاره که ویندوز نصبش کنیم و روی اون کلیک میکنیم. بعد از اون میبینیم که خب تی لانچر ما شروع میکنه به دانلود شدن. وقتی دانلود شد تی لانچر رو باز میکنیم که وقتی باز بشه یه همچین صفحه‌ای واسمون میاره. اینجا گفته که برای نصب ادامه دهید و ما روی کانتینیو یا همون ادامه دادن میزنیم. اینجا قوانین نصب آورده که ما اکسپتش میکنیم و میریم واسه ادامه. اینجا اگه ما ماینکرافت رو از قبل نصب داشته باشیم میایم اینجا که نوشته A Clean Installation و میزنیم روش. حالا من چیزی از قبل نصب نداشتم پس میزنم نو و چون شما هم چیزی از قبل نصب نکردیم و تازه دارین نصبش میکنین و حالا اطلاعاتی از قبل راجبش ندارین پس لازم نیست اینو فعالش کنین و حالا مثل قبل میزنیم روی کانتینیو. اگه از قبل نصب کردین حتما پاکش کنین و دوباره بریم به سراغ همون گزینه کانتینیو. وقتی زدین روش خب این خودش نصب میشه. حالا من چون نصبش کردم کنسل رو میزنم. وقتی ماینکرافتمون نصب بشه یه همچین آیکونی روی دسکتاپ مشخص میشه به اسم تی لانچر. خب ما میایم روش کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا این اپمون باز بشه. وقتی باز بشه یه همچین چیزی رو میاره که حالا بهش میگیم تی لانچر که حالا نسخه‌های مختلفی داره. اینجا نوشته اینتر د گیم و اینجا هم خب ستینگزه که میتونیم بیایم داخلش حالا فولدرمون یا همون پوشمون رو عوضش بکنیم. میتونیم اطلاعات تی لانچرمون رو توی هر درایوی یا حالا اون درایوی که خودمون میخوایم بریزیم و الان هر چیزی که نصب کنیم میاد داخل این درایو. میتونیم تغییرش بدیم و اگه بزنیم سیو خب قطعا سیو میشه. الان دیگه هرچی نصب کنیم میاد داخل همین. اینجا که الان من اومدم توش نسخه‌های مختلف ماینکرافت رو داره که شما میتونید نصب بکنید. خیلی خیلی تنوع بالایی داره و هر نسخه که دلتون بخواد میتونید با دوستاتون بازی کنین و نصبش کنین. من نسخه فورجک مامان 16 رو دارم که کافیه بعد از انتخاب کردنش بزن روی اینستال تا این شروع کنه به دانلود شدن. وقتی دانلود بشه میره توی این درایوی که توی ستینگزمون مشخص کردیم. خب وقتی روش کلیک میکنم میبینیم که شروع میکنه به دانلود شدن. حالا من چون نمیخوام اینو دانلود کنه کنسل رو میزنم. خب همون فورجی که از قبل بهتون گفتم و دانلودش کردم و باز میکنم براتون. اونی که دانلود کردم 1.16 و چون نصبش کردم میزنم روی اینتر د گیم تا بازی برام شروع بشه. شما اونو از قبل نصب نکردین واسه همین اول روی اون اینستال میزنین تا دانلود بشه. وقتی نصب بشه خب همین آیکونی که الان ما روش کلیک کردیم و همین صفحه میاد. خب وقتی میزنیم روش و روی اینتر د گیم بازی واسمون اجرا میشه. وقتی که اجرا بشه این صفحه ماینکرافتی که خب میدونین دیگه باهاش آشنایی دارین واسهتون میارتش و وقتی میخوایم بازی کنیم اول میزنین روی همون سینگل پلیر چون میخواین خودتون بازی کنین روی create new world میزنیم. چون من از قبل یه سری ورد ها رو ساختم و توشون بازی کردم اینا ورد قبلی منه و شما اینا رو فعلا ندارین پس روی همون create new world میزنیم که حالا میشه همون ساختن مپ جدید. وقتی میزنین روش دوباره همین گزینه هم هست. یه سری مشخصات رو ازتون میخواد. میگه که میخواین مثلا سروایول بازی کنین یعنی که میخواین توی بازی تلاش داشته باشین و کشته بشید و اینا که حالا
ما الان شروع میکنیم فقط بازی و create new world رو میزنیم. بعد از اینکه زدیم روش منتظر میمونیم تا وردمون و مپمون رو واسمون آمادش بکنه. خب الان وردمون باز شد. همونطور که میبینین این فضای ماینکرافته. حالا یه تست هم میریم که کاملا بازی داره اجرا میشه و خب کامل نصب شده باشه. طبق این مراحلی که بهتون گفتم راحت میتونین بازی کنین و از گیم زدنتون کلی لذت ببرین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگه براتون مفید بود حتما لایک کنین و کامنت بذارین و اگه میخواین ما رو گم نکنین چنلمون رو توی یوتیوب سابسکرایب کنین، بلکه با این کارتون خیلی میتونین خوشحالمون کنین و بهمون انگیزه بدین. تا ویدیو بعدی میبینمتون.